see you looking at my PIC. Let's go. چه دکوری ترند و کیوت و خفنی، چه راحت هم هستش. چقدر تیک تاک از پروانه خوشش میاد. با من همراه باشیم که بریم درستش کنیم. پس این پست رو سیوش کنین چون که به دردتون میخوره و برای دوستاتون حتما شیرش کنین. اول الگوی پروانه‌مو گذاشتم روی مقوای سفید و پروانه‌مو کشیدم و رنگ کردم. بعد پروانه‌مو بریدم. بعد بال پروانه رو به عقب تا کردم که این شکلی بشه و نخ نامری رو به دوتا بال پروانه چسبوندم که آویزونش کنم بعدن. اگرم پروانه دوست ندارین پیشنهادم این پرنده اوریگامیه و یا اگرم دارک دوست دارین خفاش. آماده شدن بریم وصلشون کنیم. Baby, I see you looking at my